یکم سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با مقصد اشتراک در روز دانش و درس صلح، افتتاح انشاءات تعینات گوناگون استحصالی و خدمترسانی و ملاقات با فعالان و ساکنان به ناحیه دنقره ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه مهمان عالی قدر پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان را رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، رئیس ناحیه دنقره اسلامیدین رحمان، فعالان و اهل فرهنگ و جوانان با صمیمیت به اندازه و روحیه بالیده استقبال نمودند. تاجیکستان شد گلستان، از تو تلاش و زحمتت خانه تاجیک منور، از تو و از همتت با دام افتخار ای پیشوای محترم، از جبینت گشت روشن آسمان کشورم. خوش آمده پیشوای معظم ملت. ملت رو دوست دارم گر خدای مهربان، ببینن او رو سر اول مثل جنت یک مکان، پیشوایانی بننگو فاضل و اهلی خیرت، پیشوایانی بننگو فاضل و اهلی خیرت، فضل و دانش کی شود مشغول در روی جهان، فضل و دانش کی شود مشغول در روی جهان. پیشوای میرتم پوسی اگر چون آمده، از سعادت از میانی آتش و خون آمده، تاجیکستانی عزیز ای خانه امیدی ما، نیست دنیا مثالت دل رباب و دل کشا، از فنا کردد رهایت آن به دستی پیشوا، از فنا کردد رهایت آن به دستی پیشوا، روز و شب شکرانه باید کردن از لطفی خدا، روز و شب شکرانه باید کردن از لطفی خدا.